کوچه علی چپ که میگن اینه. حالا آقای ابوالقاسم من عذر میخوام به اون بحثا میرسیم. الان من میشه یه سوال از شما مطرح کنم؟ بفرمایید. خواهش میکنم. من بدونم که حکم قمه‌زنی تو مذهب شما چی هست؟ من اینو میخوام بدونم. حرامه یا واجبه؟ کدوم میشه؟ حکم قمه‌زنی مراجع ما باید سوال کنید. بنده مرجع نیستم، از مرجع تقلید باید سوال بپرسید. خب من نمیدونم. پس شما حکم شرعی از بنده نپرس. بنده کارشناس عقیدتی هستم، مسائل عقیدتی از من بپرس. ما اصلا در مسائل فقهی وارد نمیشیم. عزیزان هم میدونن بارها زنگ زدن به شبکه ما، به دفتر ما، مسئله شرعی پرسیدن، بنده عرض کردم بنده کارشناس فقهی نیستم. مباحثی بحث فقهی داریم، بحث عقایدی داریم. این برنامه در خصوص عقایدی صحبت میکنه، فقه مربوط به آقای ابوالقاسمی. الان میخوام من اینو ثابت کنم که شما از یک حکم دو تا برداشت میکنید. من میخوام اینو براتون ثابت کنم. از یک حکم دو برداشت میکنم. شما از یک حکم دو برداشت میکنید. ثابت بفرمایید شما. ثابت کنم. ثابت بفرمایید شما. بله من بگم الان بهتون خدمت عرض کنم. بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید آقای حجت الاسلام احمدی اصفهانی تو یکی از منبرهاشون گفتن که آقای آیت الله ابوالحسن اصفهانی گفتن که قمه‌زنی رو حرام کردن. خب یا آقای قزوینی میگن عذر میخوام. آقای قزوینی گفتن که آیت الله ابوالحسن اصفهانی قمه‌زنی رو حرام کردن. بعد آقای حجت الاسلام احمدی اصفهانی میگن که آقای سید ابوالحسن اصفهانی یعنی همون کسی که به قول آقای قزوینی ولد قمه‌زنی رو حرام کردن گفته که قمه‌زنی یکی از واجباته. بالاخره الان ما حرف آقای ابوالحسن اصفهانی رو باور کنیم. ببخشید آقای یوسف عذرخواهی میکنم، شما مدرکی هم برای این حرف داری؟ مدرکی داری برای این حرف؟ بله من کلیپشو دارم. خب پخشون کلیپ شما بشنویم. خب کلیپشو پخشون الان ما بشنویم. جان کلیپشو پخشون الان ما ببینیم بشنویم. من عذر میخوام الان من کلیپشو ندارم. من برای خب نه وقتی تا هر وقت سند مدرک آوردی بیا حرف بزن. این یک بدون سند مدرک حرف نزن. دفعه بعد تماس بگیر، همین صدا رو بذار ما بشنویم. ایمیل شبکه هم زیرنویس کنید آقا ببینه برای ما بفرست. اما با هم ببینیم که چگونه آقایان خودشان را به کوچه علی چپ میزنند. حرف کی را باور کنیم؟ آیت الله قزوینی میگوید آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی فتوای تحریم قمه‌زنی را صادر کرده است. در کنارش هم تعدادی از مراجع بزرگ مثل مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی که فقیه علل اطلاق عصر خودشون بوده، ایشون صراحتاً برای شما عرض کنم فرمود قمه‌زنی انما هو محرم و غیر شرعی، حرام و غیر شرعیه. خب بفرمایید این هم یک فقیهی دیگه. اما حجت الاسلام احمدی اصفهانی به نقل از آیت الله العظمی بهجت میگوید آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی فتوا داده قمه‌زنی واجب است. فکر مسلک ها در زمان مرحوم آیت الله العظمی ابوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه، ایشون هم به عزاداری یا به قول قوم یا کوید به عزاداری آیت الله العظمی بهجت سلمه الله تعالی الان زنده است. او دیگه شاهد نمیخواد چون زنده است. آیت الله بهجت سلمه الله تعالی منزلشون روزه میگرفتن، قبل از مرجعیتشون صبحای جمعه دوره سال خودش روزه بود و ایام فاطمیه بیش از یه روز ایام عاشورا 10 روزه بود. اینطوری قبل از اینکه منبری بره منبر آقادانی برنشستن و نکاتی میگفتن. این حرف که دارم میزنم مال 30 سال قبل، شاید هم بیشتره، 30 سال قبله. فهمم وقتی اون آقا یه چیزایی نوشت، مرحوم ابوالحسن اصفهانی فتوا داد، اعلام کرد که هر کسی میتواند قمه بزند واجب است امسال قمه بزند. مرحوم ابوالحسن اصفهانی فتوا داد، اعلام کرد که هر کسی میتواند قمه بزند واجب است امسال قمه بزند.
آیت الله بهجت الان زنده است. آیت الله بهجت فرمود اون سال 700 مجتهد در نجف از آیت الله ابوالحسن اصفهانی مطابقت کردن قم زدن. بینندگان عزیز، نمیدانیم حرف کی را باور کنیم، آیت الله قزوینی یا آیت الله العظمی بهجت و یا حجت الاسلام احمدی اصفهانی. نمیدانیم آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی معتقد به حرام بودن قمه‌زنی بوده یا واجب بودن آن. مثل مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی که فقیه علل اطلاق عصر خودشون بوده، ایشون صراحتاً برای شما عرض کنم فرمود قمه‌زنی انما هو محرم و غیر شرعی، حرام و غیر شرعی. مرحوم ابوالحسن اصفهانی فتوا داد، اعلام کرد که هر کسی میتواند قمه بزند واجب است این سال قمه بزند. مثل مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی که فقیه علل اطلاق عصر خودشون بوده، ایشون صراحتاً برای شما عرض کنم فرمود قمه‌زنی انما هو محرم و غیر شرعی، حرام و غیر شرعی. مرحوم ابوالحسن اصفهانی فتوا داد، اعلام کرد که هر کسی میتواند قمه بزند واجب است این سال قمه بزند. به نظر شما چه کسی دروغ میگوید؟ آیت الله العظمی بهجت یا آیت الله قزوینی یا حجت الاسلام احمدی اصفهانی یا آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی؟ چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید، چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید، چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید.